بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام و عرض ادب با آرزوی سلامتی و خیرهای الهی بر منجی عالم و همچنین شما. امام زمان از همون اول شروع کنم. خب اگر واقعا کسی نمیشناسه ایشونو، امام 12 شیعیان هستن که حالا یه بخشش تاریخیه که سر یه قضیه یه غیبت صغرا داشتن و یه غیبت کبرا تا قیامشون هم طول میکشه و یه سری داستان خارج از کتاب دارن، یعنی کتابی و تاریخی نیست، فلسفی است که چرا خداوند اینجور اصلا دنیا رو چیده و که به ظهور امام زمان منتهی بشه که اونو بهش میپردازه. این ویدیو من صرفا برای معرفی و یه سری چیزهای جزئی بود، تکرار چیزهای جزئی که امام زمان از همون ابتدا معرفی بشن و زمان غیبتشون هم 1200 سال فعلا 300 سال و وقتی بیان چی کار میکنن؟ امام زمان وقتی بیان اونطوری که در روایت هست 6 الی 9 ماه جنگ میکنن و بعد طلاها و ذخایر زمین رو استخراج میکنن، بین فقرا تقسیم میکنن. این جزء اولین کارها هست و خب خیلی احادیث هست، مثلا انسانهای خشک چیز رو توی حدیثی من خوندم ایشون باهاشون مخالفت دارن و کارهای دیگه‌ای که انجام میدن بعد ظهور زمین رو آباد میکنن، زمین مریضی از بین مردم برداشته میشه، عقلهای مردم کامل میشه که من این باز اشتباه به عرض حضورتون رسیده و بین مردم به اشتباه جا افتاده که عقلها کامل میشه. اشتباه نیست، عقلها نه اینکه کامل نشه ولی خب نوع بیان کردنش اشتباه بیانش کردن و اشتباه هم نسبتا اشتباه، کامل اشتباه نگیم، تو ذهن مردم جا افتاده. و این مطلب دوم که نه. و خب کارهای دیگه ای که انجام میدن باعث خیر و برکت هستن سراسر توی زمین و انسان رو به تکامل میرسونن و به نقطه اوج درک و شعور. خب این کلیپ فعلا یه معرفی کلی و جزئی، منظور بخش‌های کوچکش در عین حال کلی بود. خب امیدوارم روزمون هرچه سریعتر برسه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و سلامت و شاد باشین، ما رو هم حمایت کنین. فعلا